از اونجایی که این شهر مال 3 نفره. این شهر توی جنوب کشور قرار داره و هر مغازه‌ای که داخلش میبینید مال 3 تا داداشه. اسم این شهر میشیامو تو این اینستاگرام وایرال شد و بالای 30 میلیون ویو خورد و نصف مردم ایران دیدنش. آیا واقعا بازار میشی مال 3 تا داداشه؟ جوابش اینجاست. بازار میشی مال 3 تا داداش نیست. بازار میشی مال 3 تا گروهه که همشون با هم فامیل و طایفه درجه یک هستن. همونطوری که میدونید بازار میشی یکی از مشهورترین و قدیمی‌ترین بازارهای هرمزگان حساب میشه. علاوه بر اون یکی از پرفروش‌ترین بازارهای کل ایران هم به حساب میاد. بازار میشی تازگی‌ها معروف شده به دبی کوچولو. دلیل اصلیش اینه که تو این بازار از پوشاک‌های برند دنیا، از مواد غذایی برند دنیا که حتی تو دبی گیرت نمیاد، تو این بازار گیرت میاد. و از لوازم خانگی که بهت نگم 70% بازار تا 80% بازارها فقط لوازم خانگی های برند دنیا تشکیل میدن و کف قیمت کل ایران بیا از میشی خرید کن.